چهره تبسم سلام و با یک زندگی سعادت، با یک جوانی عشق، با یک کودکی نوازش، با یک روزگار سازش و با یک بهار سبزش برنامه نوبتی صحبت صاحب دلان را پیش روی شما می‌سازیم. و امروز مهمان برنامه ما هستند یک نفر شاعر، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف، احسان رجبی. خوش آمدید. سلامت باشید. احسان رجبی соли 1986 дар деҳаи оби борики ноҳияи Деваштич таваллуд шудааст. шӯъбаи журналистика ва назарияи тарҷумаи факултети филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро бо дипломи аъло хатм кардааст. солҳои 2009-2011 дар аспирантураи маркази илмии хуҷандии Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил намуда, соли 2013 дар мавзӯи маҷмӯату шуъарои Фазлии Намангонӣ ва суннатҳои тазкиранигорӣ ва адабиёти тоҷики асри 19 ва ибтидои асри 20 рисолаи номзадӣ дифоъ кардааст. айни ҳол ба ҳайси устоди кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров фаъолият дорад. як чеҳра табассум нахустин дафтари ашъори ӯст ки намунаҳое аз сурудаҳои суннатӣ ва нави муаллифро фаро гирифтааст. میخواستم استاد برنامه رو از اسم همین کتاب شروع کنیم. کتابی که داخلش یک کوه اندوه دارد، یک جهان ناامیدی دارد، یک پیری تأسف دارد، ولی اسمش یک چهره تبسم است. تبسم همیشه نشانه شاد بودن، شاد زیستن، نشانه زیبایی. تبسم آرزوی همیشگی همه انسان هاست. شاد بودن و خوشبخت بودن و به بخت خود تبسم کردن، از زندگی خود قانع بودن، شاد بودن و همیشه لبخند داشتن. آرمان همیشگی انسان ها هست. به این خاطر یک چهره تبسم که از یک مصرع یک شعر گرفته شده است، ما هم با مصلحت استادان همین عباره را خوش پذیرفتیم. یک چهره تبسم. استاد، آیا شعر هم زمانوی می شود؟ و از نگاه شما شعر امروز؟ منظور از زمانوی به نظر من این از نظر تقویمی نیست. شعر زمانوی، بهترین شعر زمانوی به نظر من شعر سعدی است، شعر حافظ، شعر مولوی که هنوزم ما وقتی میخوانیم زمانوی ترین شاعر حافظ است، زمانوی ترین شاعر مولوی است، زمانوی ترین شاعر سعدی هست. وقتی مولوی میگوید که دوست دارد دوست این آشفتگی، کوششی بیهوده ابی از خفتگی، این از نظر زمانی، از نظر تقویمی هرگز نیست، بلکه آینده ها نیز، برای آینده ها نیز غذای معنوی میبخشد. از این رو وقتی ما زمانوی میگوییم هرگز از نظر تقویمی نیست. شعر زمانوی میشود، شعر امروز میشود. البته امروز باید شعر خود را داشته باشد، شاعر خود را داشته باشد. هر یک زمان باید شاعر خودش را داشته باشد. وقتی نگاه میکنید بسیاری از شاعران، نه اینکه ما بلکه عموما شاعرها هستند که شاعرها هستیم که نظر ما نظری زمانوی نیست، نظری کهنه است، با دانش‌های کهنه، با دیدگاه‌های کهنه و آشفته و تکراری ما شعر می‌نویسیم. وقتی می‌بینیم که هنوز هم نمی‌فهمیم که لیلی امروز لیلی دیروز نیست، مجنون امروز مجنون دیروز نیست، با کمان دیروز انسان امروز کشته نمی‌شود. یعنی می‌بینید که تمامی تقاضای زمان، تمامی عامل‌ها، تمامی سبب‌ها دیگر شده است. حتی زمانی پدری من هم از زمانی امروز هم فرق دارد. حتی زمانی شیروی از زمانی هزارها فرق دارد. یعنی آن نیازهای عاشقانه، آن برخوردها به حادثه های روزگار، آن مثلا مناسبت ها، آن معاشرتی که ما میکنیم از دیروز فرق دارد. برای امروز شاعری امروز گفتن آن نیازهایی که امروز را با یک هنرمندانه، اصلا شعر هم نیاز گفتن نیست. شعر یک صنعتی است که آدم وقتی میخونه لذت میبرد. شرط نیست که مثلا شعر تمام همین باری جامعه برداشت گیرد.
وقتی که برای نیازهای جامعه سیاست هست، برای نیازهای جامعه برطرف کردن مثلا حکومت هست، بعضی شعر را بر عهده شعر یا اینکه بر سری شعر، بر دوش شعر همه چیزا ماندن آنقدر صحیح نیست. شعر یک زیبایی است که وقتی بی مقصد است، که وقتی میخواند آدم لذت میبرد، لذت معنوی میبرد. و شعر هم هدفش باید که نه اینکه تربیه باشد، شعر نباشد که اینکه مثلا مدح باشه، مدح باشد. شعر نه اون که مثلا درد انسان رو باز زیادتر کنه. شعر نباشد که با یا اینکه درد کمتر کنه. نیست. شعر است چنان که هست. وقتی که میخوانید لذت میبرید، وقتی که میخواهید خودتان رو میبینید، وقتی میخوانید مثلا بودنتان هوستان میبیاد، وقتی میخوانید از شاعر هوستان میبیاد. شعر زیبایی، زیبایی است، یک غذای معنوی که زیبایی را زیاد میکند، به انسان دیدهای زیبایی را باز هم گسترده مینماید. استاد چون در بالا گفتید شعر هم نو و کهنه میشود، شعر- و شعر امروز چگونه است از این روی؟ شعر نو و کهنه به منظورتان این که شعر نو و کهنه نیست، شعر هست. نه، شعر اگر نو باشد، شعر از اون نگاهی که دیدگاه ها در آن نو باشد. مثلا وقتی که گگارین به کسموس میبراید، وقتی که گگارین پرواز میکند، این حادثه نو، اما شعری نو شده شاید نباشه، شاید نشود. وقتی که ما امروز با تکنولوژی معاصرترین، یعنی تکنولوژی نوترین دسترسی پیدا کردیم، یا اینکه همین تولید تلفن حادثه بسیار نو است، اما شعری نو شده نش ممکن شاید یا شود یا نشود. این وابسته از دید و نظری مثلا شاعر است. اما همین عشق که بسیار سابقه طولانی تاریخی دارد، اما یک شعری نو است، شعری نو می شود. یا اینکه همون لیلی و مجنون که هزارها سال از ما قبل زندگی کردن، باز هم میتوانیم مناسبت همین یک شعری نو کنیم. این وابسته شعری نو کهنه از حادثه های نو وابسته نیست، بلکه از نظری متفاوتی یا اینکه از نگاه متفاوتی خود شاعر وابسته. یک شاعر مثلا میبینید که استاد لایق میگن که منو دریا، وقتی که دریای استاد لایق میبینید چقدر دریای مصفا، چقدر دریای مطهر، چقدر دریای خوب. وقتی که بازار ساور میگه که تو عهد بکن، وفا بکن با یک کس، دریا نشوی که دست شاید همه کس. ولی میبینید که این دریای چقدر مثلا از دریا نفس تا میبینید، تو دست تو عهد بکن، وفا بکن با یک کس، دریا نشوی که دست شاید همه کس. وقتی که این دریای از نگاه بازار میبینید، باز دیگر گونه مینماید. یا همون دریا، همون یک عشق، همون یک مجنون، همون یک لیلی، همون یک مناسبت، همون دید و نظرها. نه، شما ببینید که مثلا پیش از نیوتن هم به سر انسان ها سیب میزد، اما یگانه نگاهی متفاوتی نیوتن مثلا سبب شد که از آن همون تخیل از یک برخوردی طبیعت یک به یک قانون بسیار هم جهانی دست یابد. یعنی نگاه متفاوت که یک درخت را همه کس یک خیل میبینه، اما شاعر دیگر خیل میبینه. منظورم نو کهنه این نگاهی نو است، نظری نو به همون اشیا است. همین دنیای ما با همه چی کهنه است، همه چی گفته شده است. همین دوره ارسطوی بینید دیگر بسیار چیزا، مثلا کتاب همین ضیافتی ارسطوی وقتی کس میخواند، بسیار چیزهای مسائل های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی گفته شدند، حتی مسائل ها هم حل شدند. امروز بسیار مسائل هایی که ما نو نظر میگیم، فکر میکنیم که اونها در سالهای گذشته، در قرنهای گذشته گفته شدند، این نوی ندارد. اما نگاهی شاعری نو یا نگاهی نوی شاعری زمان امروز باید که دیگرگونه باشد، باید که با خزینه ادبیات چیزی را جمع کند، باید که چیزهای نو به نو کشف کند. ما مناسبتی عاشقان مثلا یک بوسه چقدر سابقه طولانی دارد، اما همین بوسه را در شعر امروز باید دیگرگونه تصویر کرد. حتی تصویر هم نه، چنان گفت که هنرمندانه باشد. حتی تصویر هم امروز به درد کس نمیخورد. تصویر برای جامعه ما اینقدر خوب است، اما اون هدف اصلی شعر نیست. تصویر به نظر من شعر مثلا ژول پور سورت عجیب یک ادبیات شناس پرقوت در یک کتاب ادبیاتش چیست میگه که نثر میگه این میگه قدم زدن، راه گشتن، که این بی مقصد نمی شود. مقصد دارد کسی که یک جا می رود قدم میزند. اما نظم میگه این رقص کردن، رقص مقصدش نیست، تنها رقص است. این نظم است، این شعر است که زیباست، بسیار جالب، آدم رو لذت میبخشد، کیفیت میدهد، اما مقصدش نیست. ما همین برای همین مقصد رقص میکنم نمیگه رقاصه. چون یک صاحب قلم وضع کنونی ادبیات و ادیبان تاجیک را چیزا میبینید استاد؟ در مورد ادیبان و ادبیات تاجیک یا ادبیات امروزی تاجیک قضاوت کردن
بسیار تحقیقات میخواد، پژوهش میخواد. درباره هر یک ادیب، درباره هر یک شاعر باید علاهیده سخن گفت در موردهای مشخص، در موردهای مناسب. اما کلا اگر بگیریم ادبیاتی، نه اینکه ما، بلکه هر ادبیات هم پیشرفت ها دارد، هر شعری، هر ادبیات پیشرفت ها دارد. با وجود این باز هم کمبودی های هم دارد، نقصان های هم دارد، باز تکرار های هم دارد. باز از این نقطه نظر همچون یک مثلا دوستدار ادبیات، همچون یک شاعری جوان در مورد شعرهای همسالان خود گفتنی هم که ما هنوز راهی معین و سبک مشخص خود را نیافته ایم. هنوز هم در شعرهای ما جوانان، من تا 40 ساله در نظر دارم که هنوز سبک و هنوز هدف و هنوز کانسپتی مثلا ایجادات خود را معین نکردیم. هنوز شعری ما با خودمان نمیشناسند. هنوز ما گفتا جالب هست بعضی چیزهای جزئیات، بعضی مثلا کوشش به نوگویی ها، بعضی تصویرهای خوب، بعضی مثلا موضوعهای جالب، این چیزها در شعرهای جوانان هست. این امیدوار کننده هست و من امیدوارم که در همین زمان استقلالیت شاعرانی برومند به وای میرسند و شاعرانی که یک خوشبختی ما شاعران جوان این است که در این مورد در زمان استقلالیت دولتی شعر به همون اصالت تاریخیش، شعر به همون اصالت هنریش نزدیک شد. ما حاضر آزاد هستیم که میتوانیم شعر عشق گوییم و چنانی که میخواهیم بگوییم. ما وقتی که میگوییم درباره زندگی هر چی میگوییم میتوانیم بگوییم. یعنی وقتی که ایجادکار در فضای آزاد، در فضایی که میتواند تمام هنرش را صرف یک ایجاد کند هست، این محیط هست. یعنی این محیط برای شاعران جوان خیلی خیلی مهم و بسیار محیطی که امیدوار کنند، محیطی که ما را میتواند در همون کمالات شاعری ما تاثیر رساند. از این رو ما کمبودی های زیاد داریم در شعر. ما هنوز هم تقلید هست، هنوز هم عمومی گویی هست، هنوز هم ما وقتی که عاشق میگیم لیلی و مجنون میگیم، هنوز هم ما شم میگیم، پروانه میگیم، باغ و راغ میگیم. این چیزها به نظر من این تشبیه ها یا این عامل ها یعنی که چیزهای تصویرساز باید که تا اندازه با نگاه و نظرهای نو باشد، نو نظری باشد. این نو گفتن یعنی ما فکر میکنیم که اگر ما نو گوییم اگر مردم نمیفهمند. و یک بسیار صحبت خوبی یک ژورنالیست به استاد قناعت هست که وقتی که میپرسن که چرا شما شعر آزاد نمیگویید یا شعر آزاد رو گفتن رو دیرتر سر کردید، میگن که ما میترسیدیم که مردم ما رو نمیفهمند. یعنی این ترس در ما باید نباشد. مردم یک روز میشه، ادبیات نیست که از پس مردم رود، بلکه ادبیات اون است که مردم را از پس خودش کشاند به سوی دانایی، به سوی زیبایی، به سوی مثلا نیکویی. این چیز هست رسالت ادبیات که جامعه را فرا گیرد و به سوی کمالات. وقتی که ما میترسیم که ما اگر شعری نبود تازه گوییم اگر مردم نمیفهمد، امروز نمیفهمد، لیکن عموما در قلمرو ادبی فارسی، در قلمرو شعر فارسی که یک تاجیکستان را در بر نمیگیرد لیکن میفهمند، شعر امروزی ما خیلی پیشرفته است چون که به اصالت نزدیک شده. ماهیتا شعر است هرچند با قالب‌های گوناگون. یعنی شعر به همون کرسی خودش برآمده است، اما از جانب بعضی شاعران ما نمیتوانیم بگوییم که همه شاعران ما باید. البته این چیزی طبیعی است که بعضی شاعران واقعا تاثیرشون مثلا روشن است، بعضی شاعران متوسط، بعضی شاعران برای نام شاعر. این چیز هم هست. اما من از جوانان همون همسالان خودم چی داره، شعر گفتن بی مطالعه نمیشود. با استعداد که میشود کم، استعداد باشد و اما دانش نباشد، این شعر تا زمانی میشود که شعرها اونقدر چی نمیشد. همه بزرگی فرزانه رو ببینید، خیلی سر مطالعه امروز در جهان ادبیات، در جهان فلسفه، در جهان مثلا روانشناسی، در جهان مثلا دین شناسی، در زمانی همه سمت ها مطلع هستند، اطلاع دارند.
دانشمندترین هستند. وقتی که درباره رومی گام بزنن ببینید چقدر درباره رومی چیز خواندن، یا درباره اقبال، یا درباره مثلا کانت، یا درباره مثلا دکارت، یا درباره مثلا کپرنیک. این دانش هست که استعداد رو باز هم سرقل میدهد. اما دانش اگر شیر در دانش اگر اساسش دانش یا اساسش استعداد نباشد، به یک گپ عمومی اندیشه های تکرار تبدیل می‌یابد. یعنی ما امروز چی داریم؟ محیط داریم و امکانیت های هم داریم که از خود استفاده کنیم. همین نیروی مطالعه، نیروی خودمون برای مطالعه، برای چیزهای نو گفتن. برای این شرط نیست که هر روز ما 10 شعر نویسیم، 3 شعر نویسیم یا 5 شعر نویسیم. وقتی که فروغ اگر زندگی نامش خوانید میگه که من هر روز 3-4 شعر می‌نویسم، هم در آشخانه، هم در خانه، هم در ایوان، هم در حولی، هم در اما اون شعرهای بینید که کتاب‌های فروغ بینید، اگر کتاب‌های یگان کتاب از 100 صفحه زیاد نیست، همون 60 صفحه، 70 صفحه، 40 شعر، 50 شعر، 60 شعر، همون کتاب‌هاش فرا گرفته که یعنی اینقدر هر روز اینقدر شعر نوشته، پس به کجا رفته؟ و از نقطه نظری خودش، از سیر مطالعه خودش، همه اون شعرها رو خطی بطلان زده گفته است که این شعری باید که من نباشد. برای شعر گفتنم باید مطالعه کرد؟ البته بی مطالعه نمیشود، اما چیزهای مطالعه کرد که به درد انسان خورد. شرط نیست که شما 1000-2000 کتاب خوانید. به نظر من شاید این اندیشه غلط باشه، اما شرط نیست که شما تمام کتاب‌هایی که در هر چی دستم افتاد خوانید. بسیار کتاب‌ها انسان بی‌سواد می‌کنن، بسیار کتاب‌ها تکرار هستند. شما تصور کنید مثلا درباره فلسفه یا درباره همون یونان گذشته همین از یافتی ارسطو خوانید، بهترین کتابی که بسیار مسائل فرا گرفته. یا همین کتاب اگر اثری بدیعی باشد، اگر پائولو کوئلو اگر ببینید کیمیاگر، همین 70-80 صفحه هست، اما ببینید اگر چقدر اثری عالم شمول است که تیراژ کتاب چقدره. یا همین کتاب‌های اساسی مثلا کتاب‌های از فلسفه، مثلا ارسطو، افلاطون، سقراط. خاص سقراط چیزی ماندگیش نیست، هر چی هست از نام شاگرداش جمع کردن گفتاراش. سقراط، ارسطو، افلاطون. این طرف میبینیم کپرنیک، دکارت. مثلا این طرف اگر به دیگر کانت اگر خوانیم فلسفه، یا در شعر همین مثلا فردوسی حتما باید خواند. فردوسی را که باید فردوسی شاعر باید داند. فردوسی، حافظ، سعدی، این طرف جامی، بیدل. چند کس خوانید میدونید ادبیات چی است، تاریخ ادبیات چی است. شرط نیست که مثلا همین چیزهای خوانید، شرط نیست، لیکن چیزهای مهم باید خواند، مطالعه کرد که باید زمان تاریخ تحول ادبی چگونه بود. این هم یک دو سه کتاب‌های خوب است که باید خوانید. تاریخ ادبیات اقلا 5-6 خواندن در مطالعه کردن ضرور است. شرط نیست که 1000-2000-3000 کتاب خوانید. یک استادی با من بودن میگفتن که من تا امروز 5000 کتاب خوندم، اما فهمم یک 500-600 کتاب خوب بودست موندهش اینقدر ضرور هم نبوده است. یعنی با گذشت وقت، گذشت ایام، اندیشه ها که کهنه می شود و کتاب هایی که موسمی بسیار هم نشر می شود، این موسمی ها آهسته جاشون چی از بین می روند و حقیقا باید از بین روند. چیزی اصیل میموند در دنیا که این مثلا مثنوی باید خواند، بیدل باید خواند، حافظ را باید خواند. یعنی ماهیت اگر ادبیات کلاسیک اگر دانید این چیزای خواندن از اروپا هم همین چند نویسنده یا شاعرای خواندن در کار که اونها حتمی اگر شاعر اگر آگاهی نداشته باشد از آنها، شاعری جوانی امروز در نظر دارم، گفته هایش اونقدر دل راست یا اینکه جدی نیست. استاد در نگاهتان همین نوشته هایتان به مردم پسند است؟ و یک این چیز است که شرط نیست پسند بودنش، و اون خاطر که شاعری بهترین هم به همه مردم پسند نیست، یا اینکه اگر خودش رو پسند کنه شعر همه شعر نمیشه باید آخر پسند همگان گردد. شعرهای مثلا من برای آنکه برای اون کس پسند میاد نمیاد نمینویسم، الهام میاد. آن نگاهتان یک نگاهی میشود که یک تلقین میشود از درونی از ضمیرتان که باید نویسی همین چیز، شاید جالب باشد برای خودم می نویسید و یک چند کس با خواننده خودش هم پیدا میکند. در دنیا هم خواننده، هر یک شاعری اقلا یک خواننده دارد که همون شعرش رو میخواند.
اگر فهمد، اگر اون شاعر به اون پسند بره خوب است. شرط نیست که تمام دنیا همین شعرتان خواند، این ناممکن است، نمیشه. تمام دنیا شاعری بهترین هم اگر هم خوانده باشند هم، اما همه شعرشان پسند نیست. در هم شما ببینید وقتی که یک دیوان یک بهترین شاعری دوست داشته تان میگیرید، از داخل همون شعر یک چند شعرش بر شما پسند میآید، هرچند که شما با شاعر دوست بدارید، هرچند که همه دیوانش رو خواندید. شرط نیست پسنده. برای پسند بودن انسان ها نوشتن شاعر آنقدر به نظر من صحیح نیست و کسی که میخواهد که به همه کس معقول باشد، اون کس هم اونقدر کسی سالم هم نیست. من با اون نظر نیستم که مرا همه دوست دارد. بگذار دوست نداره، نصف کس دوست دارد، نصف کس دوست نداره، بگذار یک نفر دوست داره. اما این چی البته دوست داشتن آدم ها برای ما مهم نیست. بگذار دوست ندارن، اما این فاجعه نیست. این یگان چیزی برای من دوست نداره، خواند نخواند یگان من یگان غمگینم نیست. درباره شعر خود و درباره شعر جوان شاعران گفته، جنبه های ظریف و ضعیف شعر خود و جوان شاعران در چه می‌بینید؟ چون در بالا گفتیم ما بسیار وقت تقلید و عمومی گویی ما هست، بی تقلید نمی‌شود. یک شاعر خوب گفته است که تقلید چیزی باست اگر نام تو باشد. تقلید اگر تقلید در شعر میکنیم، اما این تقلید باید که یک موچی باشد، مرسمی باشد. نه، تقلید باید که از همون مرحله تقلید هم عبور کرد. بی تقلید نمیشه. سقراط میگفت که یگانه مثلا چیزی که انسان پیش میبره تقلید، ما به طبیعت تقلید کردیم پیش رفتیم. تقلید چیز خوب است، اما در هنر میگوید که مثلا بنای زندگی بر تقلید است. درست. این تقلید در کار ایجادی باید یک مرحله باشد، بی تقلید نمیشود. شما تقلید میکنید، میآموزید یک مرحله تقلید گذشتید، بعد مسئله ایجادی، مثلا ایجادی کامل خودتون میرسید، یک سبک خودتون با یک دریافت خودتون با یک مرحله ایجادی واقعی خودتون با. مثلا شما فروغ فرخزاد بهترین شاعری دنیا وقتی میبینید، اگر بسیاری منقدا مرحله اولی ایجادیش تنقید کردن و این چیزی طبیعی، وقتی که کس تنقید میکنن مرحله اولی ایجادی هر یک شاعری جوان رو، این چیزی طبیعی که باید که عمومی باشد، باید که تقلید باشد، یک تصویرهای هم شاید آبشسته باشد دیگر، لیکن از این مرحله باید شاعری جوان به تیزی گذرد. اگر با تیزی نگذشت یک عمر تقلید مقلد میماند. مقلدی در شاعری آنقدر خوب نیست. انسان باید که آموزد، چی کند، استقبال کند از شاعری گذشته، یگان چیز با آریت گیرد، اما گوید که آریت از همان شاعر، لیکن آهسته آهسته برای خودش هم خودی چیزهای خودش هم گوید. میگه یسن میگه که اگر غوگ باشی هم باید که با آواز خودت خوانی. این معنیش اینه که باید که همین چیزی خودت باشد، اگر غلط هم باشد لیکن با زیبا باشد. چقدر خوب است وقتی که شعرتون نغز میشود، شعرتون جذاب میشود، شعرتون از همون مرحله تقلید میگذرد و مرحله مثلا درخشانی میرسد. این بسیار خوب است، اما این مرحله باید که کتاب باشه. بله، اما هنرمند از تقلید بپرهیزد. باید اجازه میگه. استاد، به اندیشه شما، به عقیده خودتون، نوشته هایتون کمی هم باشد به نوشته های که هم رنگی دارد؟ چون در بالای من وقتی در نوشته شعر سفید، وقتی اگر بینید این کتاب قسمی زیادش از شعرهای سفیدی بود. بله. من پیش از اون که چیزی نویسم درباره آن خیلی مطالعه میکنم. مثلا از تاریخ شعر سفید چگونه مرحله ها را پس سر کرد، مرحله های تاریخی را که ها برجسته‌ترین شاعرای سفید سرا بودن. این در اروپا چگونه بود، در شرق ما چگونه، در مثلا نصر بیدیل، حتی بعضی ها میگن که این نصر بیدیل شعر سفید گویان. این هم یک عقیده، یک اندیشه. وقتی از نقطه نظری شما می آموزید و ساختمان شعر سفید میفهمید و میدونید، بس وقتی که ما مطالعه میکردم محل پیدا شد باشه گفتنی همین شعر سفید. هر یک شاعری جوان بینی دیگر با شعرهای سنتی آغاز میکند. من هم شعرهای سنتی میگفتیم و وقتی که من اولین بار همون دفتری شعرها پیش استاد فرزانه بردم و 150 صفحه زیاد بود، زیاده از 300 شعر بود، اما معلم گفتم بسیار نغز، بسیار. معلم بدونید که زیرا بعد نمیگم
همین آدمی متوسط آدمی عموما شعر و نزدیکی هم نداشته باشن میگن بسیار شعرتون خوب نگیره، چیز خوب بسیار لطف دارن، بسیار مهربانی دارن، اما گفتن که احسان جان شعرتون خوب است اما شما میتونید از اینم خوبتر گویید. و این معنی به من بسیار هم چی کرد که من 10 سال دیگر شعر آموختم، شعر خواندم، تحقیقات درباره شعر خواندم و بعد 10 سال 2016 کتابم چاپ شد و در 2004 اگر باشه دیگر 11-12 سال این گپ استاد، این سخنی استاد فرزانه چنان به من تاثیر کرد که وقتی که شما بسیار شعر خوب گفتید اما از این هم خوبتر گفته میتوانید. وقتی که من توانم باید که جدی آموخت، جدی ایجاد کرد و از بحر همه این شعرها برآمدم و این شعر هنوز من 2016 این کتاب رو خوندم، از این کتاب من خیلی دور شدم. این کتاب بین دیگر بسیار بسیار کمبودی ها دارد در شعرش و نظر امروزی من کتاب. این شعر هنوز شعرهایی که در زمان دانشجویی گفته هم هست در این کتاب، اما اون شعرها بینم حالا اینها را با تحریر کرده، تجدید کرده، از نصفش از بحر نصفی این شعرها گذشته، بعد شعرها یک شاید 10-15 شعر از این کتاب ماند، اما این شعرها را باید باز هم شعرهای خوب گفت، شعرهای تازه گفت. شعر این چیز نیست که هر روز 10 شعر نویسید، این ایجاد است. این باید که از خودتان این شعر یک نگاهی تازه‌تان برای بیننده، برای مثلا خواننده رساند. شما که چی نظر دارید در دنیا، یک سنگ شما چگونه تصویر میکنید و اگر نگاه یک دوران نجات ببینید میگه که سنگ میگه خودش که به سری آدم خودش نمیزنن، این سنگ انسان ها هستن گرفته به سری انسان ها، سنگ بیگناه هست. نظر ببینید که سنگ خودش از خودش به سری انسان نمیزنه، سنگ هم تناسب داره. البته چی شعر میخونید حالا برای بیننده ها؟ در همین باورهای مردم ما یک ارواحق گفته که چیه؟ ارواحق جایی که یک مانند شپرک هست که در گذشته ما میگفتیم، حالا هنوزم ما همین باورها هست در دهه ها که مثلا در شام یک همون مانند پروانه یک ارواحق میبید گویا که گذشته ها از شما امیدوار، همه خیلی اندیشه ها هست که امیدوار سیر میکنند و روح بشده، همه خیلی باورها در میان مردم ما هست که هنوزم یعنی مرده از ما امیدوار دیگر این چیزا. همین یادم آمد که یک شعر دارم با نام ارواحق. این ارواحق من ارواحی که اون کی نیست، این در عشق من این چیزا چی کردم که گر نآیی و بمیرم روح من در صورتی ارواحق، پرزنان هر شامگاهان آید و پر زند پشتی دری تو، چشمکایش را زند بر چشمکای تازه تیریزه تو، با امیدی آن که آیی و بدستانی بلورینت، پرده را یک سو کشی و چهره بین مایی، لحظه بخشی برایش لذتی زیبای شیدایی. تا چراغت هست پر زند ارواحکی محزون، تا ابد یک دستی سبزی صاحبش از خاک بیرون. تشکر زیاد استاد. برای چه استاد عاشقان و گاه شاعران را دیوانه میگویند و آیا در زندگی برای دیوانه بودن را آرزو کرده؟ من گفته پیوتر یک میارم، پیوتر یک عجیب انسان بودگی. پیوتر یک میگه که از انسان‌های هوشیار ترس و با انسان‌های هوشیار باور نکن و دویمش دیگرش نمیگم چون که چی است بعضا باور مکن میگه سیمه یک اندیشش این که با انسان‌های هوشیار، انسان هوشیار با اون که و دیوانه نیست و یا مست نیست، دیگر بسیار انسان هوشیار خودش نیست دیگه. همین انسان هوشیار بسیاری وقت امروز هم آینده هم گذشته هم ما در رول‌های گوناگون بازی میکنیم. همین خیلی رحمتی قیصری امیرپور میگه که در این زمانه هیچ کس خودش نیست، کسی برای یک نفس خودش نیست. تو دست کم دم شبیه خود باش، در این جهان که هیچ کس خودش نیست. ما خود نیستیم وقتی، اما در مستیتان خودتان هستید، در دیوانگیتان خودتان هستید. وقتی که دیوانه، برای چی دیوانه؟ برای اینکه بی اختیار دیوانه که حقیقت میگه، هیچ کس نمیترسه و ترسی چیزی هم نداره که چنان که هست خودش وانمود میکنه اگر دیوانه باشه.
در یک حالت شاعری هم همین است که انسان چنون که هست خودش وانمود میکنه. و حافظ هم میگه من عاشق اون کسم که دلش بازوانه که تنها در حالتهای بیخودی، مستی، دیوانگی انسان حقیقت خودش کشف میکنه. اگر هوشیار باشید هیچ وقت شما رول احسان حقیقی بازی نمیکنید. شما برای یک کس خوب گفتنتان در کار، برای یک کس کارمند خوب شدنتان در کار، برای یک کس شوهر خوب رولش بازی کردن در کار، برای یک نفر مثلا دوست داشته بازی کردن در کار، برای یک نفر شاگرد، برای یک نفر استاد، برای یک نفر در نقش‌های گوناگون همش خودی خودش نیست. شاید بهترین انسانی که من بهترین گفته درباره سیاست، درباره حکومت، درباره مثلا محبت، درباره هر چی موضوع ها هست، درباره همون خودش را یگانه میداند، شاید در اصل این خیلی نیست. در اصل شاید چنین نیست. یا اینکه ما وقتی که میگیم اولی بهترین یا اینکه شخصیتی بهترین یا مرد بهترین گفته ما بسیار تعریفش میکنیم، شاید در تنهایی خودش این طور نباشه. اصلا این خیلی نبودگیست. ما همیشه باور میسازیم رول باز میکنیم. ساختن در دیگر چی هست؟ ساختن یعنی که شما در تنهایی خودتان سازید. در تنهایی بگید من چه خیلی هستم، من باید تحقیق کنم، باید این طور باشم، باید من نیکو باشم، باید دانا باشم، باید توانا باشم، باید نیکو و زیبا باشم. و این زیبایی رو وقتی که آهسته میکنید تمام چیزهای دنیا، تمام درونیتون از همون غرور و از بدبینی و از هر چیزهای زشت هست آروم میشه. این خودسازی است، نه اینکه رول باز خودساز. یک نقش یک انسان آفریدن، یک نقش یک انسانی مثلا چاپلوسه، انسانی مثلا حق خوبگوی، انسانی غلامه، انسانی مثلا به همه کس میخواد نقش و برای منفعت شخصی خود. این خیلی انسان، این رول است، این نقش است، اینو باید حذر کرد. اما ما میبینید که در جامعه این همون دیوانه های برای چی شده؟ چون که آنها هرگز گفته های اینها را درست نمیشمارند. برای چی دیوانه؟ برای چی گفت حقیقت میگه؟ برای چی دیوانه؟ برای اون که خودش هست، همون خودش هرچند دیوانه باشه. انسان حالت های هست. انسان شرط نیست که ما مثلا همیشه نیک، انسان بدی های هم داره، دیگه مهمش این که انسان با همه نیک و بدش انسان است. انسان باید خودش انسان وقت فیلسوف میگه چرا سگ بچه بزرگ شود سگ میشد، اما انسان بزرگ شود انسان نمیشد. این بسیار عجیبه. گاوخر از آگاهی انسان اگر در پی جلیک آدمی گرنده که غافل شود خر میشه. برای زندگی کی را بهانه میکنید و محیط زندگی را در چی میبینید؟ من اصلا زندگی وقتی که میگید که محیط زندگی در چیست، زندگی در خودی خودش ماهیت نداره. این ما هستیم که به زندگی ماهیت میبخشیم، با کارنامه ما، با خود ما، با پیکار ما، با اندیشه ما، با نظر ما، با نیکی ما، با نقش مثبت ما در جامعه، در زندگی ما ماهیت میبخشیم. زندگی بعد ماهیت پیدا میکنه. مثلا یک نفری که همتون میبیاد همتون میره چه زندگی ماهیت زندگی دارد؟ وقتی شخصیت روشن دنیا میبینید که ماهیت زندگیش ماهیت پیدا میکنه. این از این نقطه نظر است که مثلا هنوز ما در آغاز ایجاد، در آغاز مثلا ادبیات، در آغاز مثلا شعرگویی یا اینکه شاعری قرار داریم. شاید در آینده همین هدفهای بزرگ انسانی پیگیری کرده، شاید زندگی ما ماهیت پیدا میکنه و شاید خوب ماهیت پیدا. اما هنوز در آینده ما یک چمدان آینده داریم، ممکن نداشته باشیم، در این چمدان خالی باشه. خب بهانه خود زندگی برای من بهانه است. چی مثلا اصلا دنیا با آمدن خوشبختی، هر کسی که از زندگی مینالد و بیچاره ناله میکند، مثلا این نیست آن نیست این نیست من از زندگی چنین امیدم نبود دیگر اینا همش گپ‌های انسان‌هایی که ضعیف هستن. یا دوم انسان‌هایی که مثلا موفق نیستن. سوم انسان‌هایی که تنبل هستن. شما در دنیا اومدید با همین چهره، با همین موقع، با همین جنسیت، بگذار زن باشد بگذار مرد باشد، اومدید این خودش خوشبختی. اگر مثلا شما خداوند لایق آدم نمیدید خر میکرد، به صورت خر میامدید چیکار میکرد؟ لیکن انسان اومدید. این به انسان اومدن خودش یک بختی مسلم، خوشبختی مسلم هست که برای انسان است که انسان دنیا با اومدن خوشبخته. این بهانه، این زندگی، این بهانه خودش که اومدن، این بهانه بهترین است. اومدن همچون انسان، شرط نیست که به جنسیت کدام دختر یا پسر یا مرد یا زن. این چیز مهم است. بسیار زندگی بهانه همین خودش زندگی. من میبینم خودم هستم چنانی که هستم و خودم هم میخواهم که همیشه هستم. شکر از آفریدگار
شکر از طبیعت که در همین شهر هستم، در همین موقع هستم، در همین محیط هستم. این چیزا در یک دولتی هستم که صاحب استقلال. مثلا من هر چی که خواهم می نویسم، هر چی که خواهم میگویم، طبیعتش زیبا. این همه این چیزهای باید چشم دیدن داشت. اگر نبینید از همین چیزا آدم از گلستانم، از باغزارم مزار میسازم. این چشم ما که در سخنران میگن که آدم نیکی آدم بد که میگن که در دنیا میگه دو کس آدم نیک است. من و تو دیگه چیز کاردار نشم. با اون خاطر که تو نظرت اگر نیک باشد همه چی نیک. بله. نگاه نیک. زندگی در کجای دنیا مشکلی نیست. بله. در کدام گوشه دنیا همه مانند همین کشوری آرمانی زندگی کرده. بله. در شویتزر هم مشکلی هست، در امریکا هم مشکلی هست، در انگلیس هم مشکلی هست، همه جا مشکلی هست. این مشکلی هست که انسان پیش میبرد. این باید یکم کاری نکرده هست که ما باید کنیم پیش رویم. این چیزهای مثلا این بهانه‌های کردن، بهانه رفتن، بهانه یک کار کردن خودش اومدن، نوشتن یا اینکه کردن یا رفتن، این چیز مهم است. این چیز ماهیت پیدا میکنه از زندگی ما. اصلا ما شاد باشیم، باید خرسند باشیم که ما انسان تولد شدیم، اومدیم با همه این مشکلاتش زندگی را دوستیم. که گفت زندگی نامرد است؟ هر کی گفت است تا کجا مرد است؟ زندگی مرد و مرد میخواد، سری بالا و درد میخواد. میگن قطب کرام رحمتی. آشیا هم میگوید اگر مثلا یک گله رو دیدیم و بر اساس اون شنیده ها ما گفتیم که گل زیباست، ما زیبایی گل احساس نکردیم تا ما درک نکردیم که واقعا گل زیبا است. آشیا میگوید بعضا ما از اون منولیم که یا دلمون برای نفرای میسوزد که کور هستند یا دستشون رو میگیریم، عصای دستشون میشیم، گویا برایشون کمک میکنیم، در حالی که بعضا ما خودمون با چشمای بسته زندگی میکنیم، با دوست میداریم همین زندگی کردن رو. انسان اگر با غلام راضی باشد یک بله. عمر غلام میمونه. بله. از زندگی خود راضی هستید؟ همیشه. از زمانی که خودم رو میشناسم راضی هستم. از چی هراس داری؟ هراس از هیچی ندارم، اما از کسان دارم، از آنهایی که نمیدانند اما ما آنها رو میدانند میگیم، نمیتوانند و میتوانند میگیم. استاد یک ادیب میگوید که ادبیات گفتنی حقیقت نیست بلکه نشان دادن نیازهای جامعه انسانی است. شما در شعرهاتون اکثر از قالب‌های ظاهری و عموما قالبی دست کشیدید و اکثر به دنیای باطنی انسان غوطه زدید. این بردی ادبیات است یا تو رفت از زندگی واقعی دور شدنی؟ نه، اکنون از نقطه نقد ادبی در هر دو مورد سخنها هست. وقتی که یک شاعر درباره باطن انسان حرف میزند، یک شاعر دیگر درباره حادثه هایی که در بیرون رخ میدهند در آن گام میزند، درباره آن گام میزند. این نگاه های مختلف درباره هر گونه شعر در نقد ادبی وجود دارد. یک شاعری هست که درونگرا، یک شاعری هست که برونگرا، یک شاعری هست که مثلا فقط شعرهای جنگی می‌نویسد، شعرهای مدحی می‌نویسد، یک شاعری هست که تماما فلسفی مثلا گذشته این ifade می‌کنه، یک شاعری هست که مثلا نوگوی تماما حادثه‌های امروزی تصویر می‌کنه. میگم در سری اون کی هست و چگونه میگوید. یعنی درون نگری انسان در همین فلسفه درون نگری در همون گذشته ما هم بود. یعنی یک انسان اگر مثلا کامل شود، یک انسان ما حرکت کنیم خود ما کامل کنیم، یعنی تصور کنید که هر کامل اگر انسان ما همین شروع کنیم برای ساختن، باید اول خود ما سازیم. بله. برای دولت سازی باید انسان خودش سازه، برای ملت سازی یا برای آینده سازی و انسان خودش رو ساختنش کنه. بله. یعنی از درون وقتی که انسان تازه میشود، چی است شعری مولوی هست که آب در کشتی هلاک کشتی است. اگر ما همون آب، یعنی چی؟ آب همون بغض، کینه، بدبینی های ما در درون باشد، این هلاک خود ما است. بله. آب در اون چیزهای اگر بیرون کشتی اگر پرتوی ما اگر خودساز باشیم، باید نظر ما هم سازنده بشود و گرد اطراف ما میخوایم که سازنده باشن. و این چیز انسان اکویشیز از خودش، خودت باش، خودت رو بشناس، خودت رو زندگی کن. و انسان ها اگر در سر این مسئله سر اندیشه کنن، بسیار چیزی جالب است. وقتی که مسیحا رو به سپیری میگن که تو وقتی که تمام دنیا
و جنگ جریان دارد و تو درباره کبوتر آب خوردنش حرف میزنی. همه میگوید که کاش که اگر همه درباره کبوتر میاندیشید این جنگ ها نبود. اصلا تصور کنید که انسان چقدر دید و نظرها در نقد ادبی است که شعر را معرفی میکند و شعر نیست که ما برون نگر درون نگر ممکن نقد ادبی معین میکند که شاعر در کدام سطح میگه، در کدام شعرش چه گفته است و کدامش ارزشمند است از نگاه همون منقد. لیکن با دیگر نقطه نظر هست که حتی نظری منقد هم مهم نیست، چون که منقد هم از چیزی مثلا حس و اندیشه های برداشت خودش میگه که برداشت یک نفر است و یک نفر همیشه یک نفر. در مورد نوگانی ها میخواهم دونم استاد، از کتاب نو چه خبر؟ هنوز این کتاب نو به نزدیکی میبراید اما هنوز به آخر نرسیده است. مسئله مثلا همون به کدام شکل یا چقدر چیز در بر میگیرد، کدام شعرهای در بر میگیرد، ما کوشش میکنیم که یک کتابی که البته با مسئولیت استادان که من هرگز چیزی را بدون مسئولیت استادان پیش روی خواننده نمیگذارم و البته چیزها اگر نظرهای دیگرهای متخصصان درباره شعر این بسیار خوب است و این شیوه هم شیوه بسیار برای شاعران جوان خصوصا برای ما بسیار منفعت آور است که وقتی که شما از متخصص از شعرشناس از منقد پیش از چاپی مثلا همون اثرتان مصلحت ها میگیرید خیلی مفید است. شما یادم این آمد که وقتی که رمان فردوسی ساتو ملاق‌زاده اولین بار در صدای شرق چاپ شد بسیار ایرادهای در موردش شد و استاد هم همون ایرادهای بعدی که در مجله چاپ شد اون ایرادهای قبول کردند، بعد در کتابشون همون ایرادهای مثلا ایرادهایی که درست بود برطرف کردند. این هم شعر گفتن یا کتاب چاپ کردن این کاری سهل نیست به نظر من. بله. هر روز یک کتاب یا یک سال یک کتاب برآوردن هیچ معنی ندارد. معنی اون دارد که یک کتاب برارید که خواندنی باشد. بگذار بعد 10 سال یک کتاب برارید که بسیار اندیشه های تازه پالوده و چشم رسو دل رسو این طور باشد شاید بهتر به نظر. شرط نیست که ما از نقطه نظر تقویمی گوییم که یک سال شعر بعدی کتابتون 3 سال شما کتاب نبرآوردید. خب نبرآوردم ممکن بعد 10 سال برآورم، ممکن پگاه برآورم، ممکن آن وقتی که من میفهمم که باید که همین شعرها باید که دسترس خواننده گردن، البته به شکل کتابی یا در شکل مثلا در مجله ها در و حتما این دسترس خواننده باید یک چیز تازه باشه. البته گپ نو گفتن سال به وابسته نیست. بله. در کدام سال ما گپ نو میگم خیلی که بیاد میگم. چه شعری تازه خودتون میخونید؟ شعری که از همین کتاب هست یک شعری یادت نمیگذارد. ما شاعر اون عاشق چنان در یادی همون معشوقه گوتور می شود که حتی کاری کرده نمیتواند و این شعر هست: در این گوشه شهر، در این محیط پر از بیمهری و دروغ و دریغ، پر از عشقهای مصنوعی، یادت نمیگذارد که آرام باشم. ای یادت یگانه یادگاریم در دنیا، چرا نمیگذاریم که در گرمی نزدیکیت آب شوم، در سردی دوریت یخ بندم، در ندیدن رویت کور شوم، در نبویدن بویت دل کنم از تمام ذات گلها، چرا نمیگذاری تا کاری بکنم. کاش میگذاشتی عمری دستانم در نوشتن نامت، عمری زبانم در گفتن دوستت میدارم، عمری گوشهایم در شنیدن صدایت، عمری لبانم در بوسیدن لبانت، عمری چشمانم در تماشای چشمانت مصرف میشد. یاد تو نمیگذارد تا کاری بکنم. ای کاش یادت میگذاشت از بحر دنیا کیها برآمده بودم، زیرا این دنیا ارزش یک عکاس سگ همسایه را ندارد. از بحر خودم نیز کیها میبرآمدم، چون بعد رفتنت زنده ماندم. یادت نمیگذارد که آرام باشم. دیشب با همان استکان آشنا که قهوه نوشیده بودی صحبت کردم، از لبانت قصه های بسا شیرین گفت، در خاطره شانه بودی صفتت کرد، دیوارهای خانه وصفت میکردم. کاکتوس خشکیده پیش پنجره بار هنگام آب دادنت به دستت زده بود است، پشیمان و دل سوخته از مهربانی هایت حرف میزد. ای آخرین نسخه زیبایی، ای آرمان سبز دلم،
یادت نمیگذارد که آرام باش. یک جمله که تمام ایجادیات خودتون جمع بست میکنید. اومدم رفتم، اومدم نوشتم رفتم. تشکر استاد، خوش آمدید باری دیگه. سلامت باشید. سپاس از شما که در این برنامه خوبتون مرا دعوت کردید. قربان شما. دانا از تق تق ساعت معنی میگیرد. تیز باش، کار باید کرد. نادان نیست. حالا فرصت هست، آرام باش. دوستان عزیز، اینجاست انجام برنامه صحبت صاحب دلان. و امروز هم صحبت ما بودن استادی دانشگاه دولتی خوجند، شاعر، روزنامه‌نگار، هم نام خودم احسان رجبی. بار دیگر خوش آمدید استاد. و دوستان عزیز، در انتهای برنامه میخوام بگم شما هم از تق تق ساعت معنی گیرید و هیچگاه آرام نباشید، زیرا فرصت خیلی کم است. تا دیدار.